فایده های ذکر الله سبحانه و تعالی. علامه ابن قیم رحمه الله می فرمایند در ذکر کردن بیشتر از 100 فایده است. البته ذکر می راند شیطان را و می سوزاند و می شکند او را. ذکر راضی می گرداند الله عز و جل را. ذکر دور می کند غم و اندوه را از دل. خرسندی و دلکشادی را برای دل جلب می نماید. دل و بدن را پرقوت می گرداند. روی و دل را نورانی می گرداند. شخص ذکر کننده را با هیبت و حلاوت و نور می پوشاند. البته ذکر بر بنده محبت الله را میراث می گذارد. آن محبتی که وی روح اسلام است و نقطه اساسی دین و اصل خوشبختی و نجات می باشد. الله برای هر یک چیز سبب را گردانید و سبب محبت الله این بر دوام یاد کردن اوست. پس هر شخصی که به محبت الله نائل شدن را خواهد باید دائم به ذکر و یاد کردن الله سبحانه و تعالی مشغول گردد. ذکر این در محبت و کوچه بزرگ آن و راه راست آن می باشد. ذکر کردن به بنده مراقبه کردن را کسب می کناند، حتی اینکه او را به در احسان می درآورد. پس الله را عبادت می کند گویا اینکه دیده ایستاده باشد. و برای شخص از ذکر غافل راه نیست به مرتبه احسان، چنانکه که به شخصی نشسته راه نیست به رسیدن به خانه‌اش. ذکر به بنده انابت را یعنی توبه کردن را کسب می کناند و انابت این برگشتن به سوی الله عز و جل می باشد. و هرچی قدری که بنده برگشتن را به سوی الله بسیار کند، همان قدر بازگشتنش با دلش به سوی الله در تمام احوالش زیاد می گردد. و الله دائم پناهگاه او و جای گریز و قبله دلش باقی می ماند در وقت فرامدن بلاها و سختی ها. ذکر به الله نزدیک می کند. پس نزدیکی بنده به الله به قدر ذکر کردنش می باشد و دوری بنده از الله به قدر غافل ماندنش از ذکر الله می باشد. البته ذکر کردن برای بنده دری بزرگی را از درهای معرفت و شناختن الله را می کشاید و هر قدری که ذکرش زیاد گردد همان قدر معرفتش زیاد می گردد. پس الله تعالی همه ما را از جمله بسیار ذکر کنندگان بگرداند و دلهای ما را با یاد نمودنش زنده و پر نور بگرداند و از جمله غافلان ما را نگرداند. آمین یا رب العالمین.